درود بر بینندگان عزیز. این جواد یه چیزی فرستاده بود تو گروه که توضیح نداد هفته پیش. حالا اگه میخوای جواد برای بینندگان عزیز همین توضیح مختصری بدی وقت یکم برای ما هم یه ذره توضیح بدی خوبه، یعنی برداشت چیزت هست. حالا فکر کنم خود محسن توضیح بده بهتره، ولی من فقط چیزشو میگم. اینا اومدن چیز کردن، یه لایبرری درست کردن، در واقع یه پراکسی روی پانداس که اگه شما جی پی یو داشته باشید، به جای اینکه از دست، چون پانداس کلا با سی پی یو کار میکنه و خب خیلی کند میشه. وقتی اینا پانداس اومدن چیکار میکرد؟ برای چیز بود دیگه، مثلا در واقع خوندن داده های تبیولار، که داده‌های تبلیغ رو بتونه خیلی خوب بخونه. مثلا شما اگریگیت کنید، کوئری بزنید، فیلتر کنید، کاری که ما اگه یادتون باشه توی چیز خیلی بهش نیاز داشتیم، توی ساخت دیتا لودر. و اصلا باتلنک داستان اونجا شده بود که یادم اوایل مثلا یه روز شد نمیشه شیوا چقدر طول می‌کشید، یه چیزی وحشتناکی بود، 6 ساعت 10 ساعت، آره، یه چیزی شاید بیشتر. که طول می‌کشید که مثلا فقط دیتا خونده بشه. یعنی دیتا رو مثلا هر دفعه باید یه کوئری می‌زدیم بر اساس یه شرطی، اون پچ رو به دست می آوردیم، مثلا تو اون فاصله می‌گرفت. ببخشید بعد محسن نفهمیدم. اومد من یه فایل CSV داشتیم که می‌خواستیم بخونیم، دیتا اون شکلیه بله آره. ولی بله خیلی هم بزرگ نبود. ولی داریم دیگه. خب بعد ما نکته اینجا بود که ما می‌خواستیم بیایم سطرایی رو بگیریم که با یه فاصله مشخصی مثلا از اون سلول بودن، تمام اون در واقع سطرایی که مثلا تو اون فاصله بودن رو به دست بیاریم که یه پچ رو برای ما میساخت. خب بعد ما به ازای ببخشید من یکم آشتم. این فایل یه فایل CSV بود که بله. خوندنش خیلی کار سخت نموند از استورج. نه، خوندن خودش حدود فکر کنم 3.5 گیگ بود، مثلا خوندنش ماکسیمم توی ماشین کند مثلا میشد 20 ثانیه. خوندن آها، خودش پس مشکل نبود. راجع کجا؟ به چیز کردنش، فیلتر و اینا کردنش داریم صحبت می‌کنیم. بله. خب. مشکل اونجا بود که ما می‌خواستیم پچ ها رو پیدا کنیم و برای پیدا کردن پچ ما باید توی این جدول به این بزرگی که حدود فکر کنم یه لحظه مردد شدم 3 میلیارد بود، یادم نیست دقیقاً چقدر بود سطر. خلاصه ما باید دونه دونه اینا رو فیلتر می‌کردیم که کدومشون مثلا تو اون سایز دلخواه ما بود، که حالا مثلا ما پچمون رو مثلا 600 در 600 یا 300 در 300 گرفته بودیم و خب خیلی اوورهد وحشتناکی داشت. هر دفعه باید یه کوئری می‌زدیم. یه مدتی اینجوری رفتیم و بعد محسن خب یه ایده خیلی باحال زد با در واقع اینجا شو باید خودش بگه، من دیگه استاپ میکنم خودش بگه. و بعد حالا این لایبرری چیکار کرده، اومده یه پراکسی رو پانداس زده. اگه شما جی پی یو داشته باشه دقیقاً همون ایده رو میاد با جی پی یو پیاده سازی میکنه و مثلا 50 برابر سریعتر میشه دسترسی به داده کوئری زدن. منتها نوشته که مثلا یکی دو جا هنوز مشکل داریم، مثلا اونجا که دیمنشن رو عوض کنیم، مثلا دیمنشن یک نباشه مثلا چیز کنیم، باز مجبور میشه برگرده روی سی پی یو. هنوز اونو پیاده سازی نکردم ولی به طور کلی خیلی خوب. حالا محسن جزئیات اون پای ارو رو، این تکنیکای آپاچی و این چیزا رو اینجا بگه، شاید یادآوری بشه. برای ضبط در تاریخ من حالا شیر اسکرینم بکنم که اصلا بریم راجع به چی صحبت میکنیم. اینه دیگه، درسته؟ بله. خب اسمش چیه این؟ کود اسمشو افتادار. ترکیب کودا و مثلا دیتا فریم گرفتن. کودا دیتا فریم مثلا پانداس یه همچین چیزی. آها، خب یعنی یه لایبرریه. بله. در واقع یه پراکسی روی پانداسه. خب اینم مثالشه، میگه دانلود کنید دیتا که ببینید ما چیکار داریم میکنیم، درست میگم؟ بله. خب میگه با آنالیز معمولی رفتیم و پایینترش تایمینگ رو داده که چقدر مثلا طول کشیده. مثلا هم پارکینگ احتمالاً یه چیزی هست که چیزاش خیلی زیاده دیگه، میلیونیه. ام. جریمه‌اش مثلا تو آمریکا میلیونیه. من می‌خوام این کدوم روز مثلا دوشنبه‌ها یا بیشتر مثلا بله. مردم دیر میان همینجوری چیز میکنن. الان همینجا که تایم گرفته مثلا یه دونه‌شو نگاه کنه، همون بالایی رو. حالا مثلا این 2 ثانیه شده، حالا تو ذهنتون باشه کدوم در واقع کوئریش چجوریه دیگه. گروپ وایز زده، بعد اگریگیت کرده، رینیم کرده، سورت کرده. این تیکه. حالا همینو وقتی میبره
روی جی پی یو ببینید چه اتفاقی میفته. منتها تمام داستان اینجاست که هیچ زحمتی نداره، فقط شما یه دونه ماجیک کامند اول اون سلول میذارید، همین. این پس الان معمولیشه. بله. برای ما این مثلا چند ساعت میشه. حالا این چند تا مثال زده دیگه، مثلا چند تا مثال خیلی مختلف. خب مختلف. آره. این همین یه خط تو کافیه ما بذاریم لود CUDF پانداس. خب حالا ببینید تایمش چقدر شد. اینو باید بذاریم. نه اون خط بالایی لود اکستنشن نوشته توی اینو ببخشید. بله بله. این میگه که این به کرنل آی پایتون میگه که اگه جی پی یو داشت به جای دستورات معمولی پانداس شما بیا از این کودا مثلا دیتا فریم استفاده. یعنی داره اووررایت میشه. حالا اینم یه ذره مثلا توی برنامه‌نویسی به این تکنیک میگن پراکسی کردن. یعنی مثلا شما اسم یه تابع رو میزنی ولی این داره ریدایرکت میشه به یه تابع دیگه، پارامترها و همه چی همونه، ولی یعنی مثلا ما اینجا نوشتیم که مثلا value count فلان، ولی اینا تماما داره توی چیز اتفاق میفته رو جی پی یو. منتها اسمش همونه، کامند همونه. یعنی الان من وقتی این تابع رو می‌نویسم استفاده میکنم، این تابع اصلی پانداس. نه دیگه وقتی اونو لود، یعنی جی پی یو داشته باشه دیگه اون پانداس رو لود نمیکنه، میبره روی این جی پی یو و با همون تکنیکای حالا آپاچی پایرو و این چیزا. خب حالا زمانش شد فکر کنم باید ران کنید اینجا. 5 تا 20 ثانیه. نه اون قبلیه میگه، حالا میگه اینجا چند میلی ثانیه میشه. آها. اگه ران کنید میتونید تفاوت رو ببینید که چقدر، حالا چون روی خود گوگل کلاود هم هست. قبلیاش هم باید ران کنیم. دیتا فریم چیز رو لود کنین. خب دیگه حالا قبوله 50 برابر سریعتر میشه. خب حالا اینو من تقریبا فهمیدم. اگه روی این سالی نیست یادمون بیاد که محسن چی کار کرده بود برای این مشکلات. من اگر درست فهمیده باشم که جواد داره به کجا اشاره میکنه، کاری که من کردم از اسپارک استفاده کردم آره. تو این تیکه. یعنی با کمک پای قبلش اسپارک. اصلا گفتی خود فرمت پایرو استفاده کنیم که باز خود این توی چیز سریعتره توی آره یعنی در کوئری واقع از زدن. پارکت و پایرو به اضافه اینکه که موقع فیلترشنشون ها خیلی سریعتر در واقع انجام میشه. این تیکه ای که خود پچ ها و اینا رو هم حسابش کنیم، اون رو دیتا فریم گونده بخوایم فیلتر و اینا رو بزنیم، اونو با پای اسپارک در واقع انجام دادم. یادت از کجا بود محسن؟ آره توی همون کاسمیکس اسپارس دیتا ست. یعنی میشه توی آلزایمر کد دیپ، نه کد دیپ، نه کد چیز کد یوتیلیتیز پایتون. پایتون یوتیلیتیز. بله اینجا حالا دیپ میشه پکیج اسپارس دیتا ست، فکر کنم فایلش اسپارس دیتا ست. اون فانکشن سیفتی ایکس از اسپارسه اونجاست که اون شیرین کاریه داره اتفاق میفته. یه اسپارک سشن اسپارسشنت کجا شروع میشه؟ همینجا هست. اینجا. همینجا آره، از این 35 این اسپارک سشن رو میگم دیگه، با اسپارک کوئری زده میشه در واقع. وقتی اسپارک میزنی یعنی داری موازی تعداد زیادی کور استفاده میکنی. آره هر چی کور داری بده، من استفاده میکنم برات. این اگر یعنی درست فهمیده باشم که جواد داره به اینجا اشاره میکنه، این تیکه بود که من با اسپارک زدم که دیگه خیلی سریعتر انجام بشه که اون فیلتر و اینا. دقیقاً. منتها خوبی این و بعد لایبرری هم دیگه بعد رایتش هم پارکت سیو کردیم دیگه. آره که میشه عملا میشه همون میشه ارو و
آپاچی ارو فرمتش منطبق بر آپاچی اروه. حالا جالبیه این لایبرری اینه که هیچ کار اضافه ای نمیخواد دیگه. الان مثلا محسن کلی کد عوض کرده و اینا، مثلا اون فقط میاره با یه خط این کار رو انجام میده. و اسپارک هم باید بلد باشه، اون لازم نیست دیگه. نه دیگه آره هیچی نمیخواد، فقط فقط یه می‌نویسه. چیز یه ذره برای من چیزش عجیب بود. جی پی یو اینجا چه مزیتی داره آخه؟ یعنی تو همین توی این کوری ساده. من نرفتم لایبرریشو ببینم ولی تست کردم، واقعا 5 برابر سریع میشد. اصلا وحشتناک بود عدد. خب با کد میره دیگه، هر کدی میره یه تیکر میگیره انجام میده. آه. آخه محدودیت یعنی رم داریم اونجا، من نمیدونم چی کار داره میکنه، چون اگه بخواد بین رم سی پی یو و جی پی یو هم هی اینا رو سواب کنه خیلی کند میشه. احتمالاً که همه رو برمی‌داره میبره تو همین جی پی یو. رم جی پی یو اینقدر بزرگ نیست اینجا که اصلا تسلا فکر کنم تی 4 رو روی گوگل یا 8 گیگه یا 16 گیگه ماکسیموم، فکر کنم 8 گیگه تی 4. ولی دیتا ما جا میشه اینجا. این دیتا جا میشد. آره این دیتا جا میشد. بله 3 گیگ بود. خلاصه شباهتی که بین این و محسن بود که موازی کاریه دیگه. دقیقاً. اون منتها محسن مایکروسافت رو سی پی یو اومده بود دیگه، این داره میبره رو کره جی پی یو. ولی بیس ایده همونه، همون کاری که محسن کرده. حتی خودش هم میگه دیگه، مثلا میگه از فرمت پای ارو استفاده کردیم مثلا سریع‌تره چیه. من احساس می‌کردم که مثلا رو کوئریایی که بخواد واقعا چیز داشته باشه، ولی این کوئری کانت بود، فقط یه گروپ بای کانت بود. یه ذره برام عجیبه. یعنی چرا جی پی یو باید یه دفعه اینقدر سریع‌تر بشه؟ پس مثلا بخاطر هم که دارم یه سری ورده هم قاعدتا توی قضیه ببرش بیارش و اینا هم وجود داره. مثلا یه کلکولیشن جدی‌تری بود، مثلا حالا چند تا میانگینی فلان چیزی میگه، اگریگیشن اونطوری بود. باز حالا میگفتم یه چیزی، ولی اینش جالب، این مثال خیلی عجیب بود که چرا یه دفعه باید اینقدر سریع‌تر بشه؟ جریانش چیه؟ اون دیتا فریم بود و بعد اون کوئری مثلا گفت 5 ثانیه طول میکشه. چقدر بود مثلا؟ چند تا سطر داشت میدونی این مثال خودش؟ یادم نیست اصلا. تست کردنش اصلا وقتی نمیگیره، لودش فکر کنم مثلا یه دقیقه بود یا 40 ثانیه بود. من نه میخوام بگم مثلا اوردری یادت هست که مثلا یعنی چقدر مثلا سطر داشت کنی؟ نه باید الان رانش کنم. الان شما یه دیتا فریم داشته باشی، مثلا چه میدونم 100 میلیون سطر داشته باشه، بعد اگه 100 تا کور داشته باشی، میتونی به یه کور بری بگی از سطر 1,000,001 شروع کن، هر کاری میخوای بکنی. میشه آره. یعنی سریع میپره اونجا، میدونی کجا اون سطر از کجا شروع اگه شده. لود شده باشه روی رم آره میتونه. خب تو نه همچین کاری کرده دیگه. یعنی اون سوالی رو که داری که رو هر سطر به جای که به یه من نمیدونم درست دارم میفهمم، میگه به یه فور لوپ به جای که رو هر سطر بری، یه بلاک بلاک برو و هر بلاکی رو بدیم به یه کور مثلا. آخه میگم یه خب مثلا اینجا که داری گروپ بای میزنی یه ایده، یعنی حالا چیزهای مختلف وجود داره ولی چیزی شبیه اسپارکی نیاز هست. چون مثلا وقتی داری گروپ میزنی هر کدومشون یه جایی دارن میفتن، آخرش باید یه جوری دوباره اینا جمع بشن. مثلا میگم یعنی تو وقتی به مالتی کورم میکنی بازی یه اگریگیشن نهایی روی یه ذره کلیتشون اصلا من حسم این نیست که داره با موازی سازی داره به معنی این کارو میکنه. به نظر باید مسئله چیز دیگه ای باشه. یعنی الان که حالا جواد وارد جزئیاتش شد، یه حسی دارم که مسئله باید همین مثلا فرمت اروه و اینا دارن شیرین کاری این وسط میکنن. چون موازی سازیش خیلی داستان داره. خیلی داستان داره. البته این داستانات توی همون آپاچی ارو حل شده تقریبا، یعنی اونجا هم این امکاناتش وجود داره، همونطور که مثلا پارکتو میتونه پارتیشن بخونه و روش کار کنه و اینا. ولی برای جالب بود، یعنی اینکه یه دفعه یه همچین کوئری مثلا بخواد رو جی پی یو اینقدر سریع‌تر بشه، برای من یه ذره هنوز چیزه استرنجه. 15 میلیون سایزش هم نزدیک 600 مگه توی رم. 15 میلیون دیتا.
15 میلیون تا 5 کاره فرستادم باشم. مموری یوسیجش هم اینقدر. اصلا ما حدس داریم میزنیم که این مشکل ما رو مینداخت اگه این کارا رو نکرده بودیم، ولی صرفا حدسه. درست میگم؟ یه ذره فکر ببین آخه اونجا یه مشکلی داریم اونجا، واقعا یه مسئله که اسپارک هم باز میاد کمک همین بحث مموریشه. یعنی یه حسی دارم که این کار رو بخوای اونجا انجام بدی بعد همون کارتزیان پروداکت دیتا فریم با خودش رو بگیری که خیلی چیز گنده ایه. آره جواد کاری کرده بود، یه فور لوپ زده بود دیگه، درسته؟ من آره این کار کردم. اولیه با یه فور لوپ این انجام شده بود. و اگه بخوای از شر فور خلاص بشی در واقع همین کاریه که اسپارک هم اینجا میکنه، کارتزیان پروداکت این دوتا یعنی با خودش باید یه کارتزیان پروداکت بکنه و بعد مثلا اون کار رو انجام بده. و خب اینو دیگه مموری افیشنت کردنش میگم باز دوباره بازی ماجرا داره، یعنی اسپارک میخواد دقیقاً میگم یه چیزی شبیه اسپارک میخواد که نخوای همش رو تو مموری لود کنی در واقع. یه وقت من تلفن خیلی واجب دارم، خب باشه دل میخواد درست کنه الان زود برمیاد. من الان اینو زدم توی چیز، توی همین کلاب. همون اولین کوئری شد 6 ثانیه، دومی شد 700 میلی سکند. مثلا یه همچین اوردر. حالا بسته به کوئری باز متفاوت میشه دیگه. حتما، یعنی همینو میگم، یعنی قاعدتاً و من نمیدونم رو کوئری پیچیدن میتونه همینقدر خوب عمل بکنه یا نه. چیزی که اونجا نوشته بود که آخرشو بیارم، اونجایی که محدودیتشو میگفت. چون میگم اسپارک کلی حالا میتونی شیر هم بکنی که ما هم ببینیم. میگه که اگه اکسیس رو عوض کنی، میگه ما ساپورت نمی‌کنیم، میریم رو سی پی یو. میگه اکسیس بای دیفالت صفر رو صفر همه اینا اوکی، اکسیس عوض بشه اوکی. دیگه چیزه. یعنی فکر کنم احتمالاً علتش همون کالم نار بودن چیزه است، یعنی چون داره از آره بس همون میگه اصلا جوری دیگه نمیتونم بفهمم. آره دقیقاً. بعد اکسیس هم حتما باید صفر باشه که کالم نار نگه دارم. ام. اینش با توجه به فرمتی که دارن چیز میکنن طبیعیه. من چیزی که خیلی خوش آمد این بود که کد رو قرار نیست ریتاچ کنید دیگه، فقط یه آره لود آره آره دقیقاً. اینش خیلی قشنگه. الان مثلا یه کوئری زده، حالا آخرش تو مثالش ببخشید یه سال قبلش دیتا فرمر یه جوری رو جی پی یو برده بعد این زمانش شده، یعنی اصلا کلا از اول که زده تا تایمش همین 700 میلی سکنده مثلا. نه این برده رو جی پی یو فکر کنم اول، یعنی توی ریت سی اس وی که میکنه میبره رو جی پی یو به بعدش نظرم. بعدش دیگه رو جی پی یوه. یعنی روی جی پی یو که هست حالا که اوکی. فقط یه چیزی اینجا نمیدونم جوابش چیه، اینه که مثلا این محدودیت رم جی پی یو رو داریم یا نه، یعنی اگه دیتا ست بزرگ باشه میتونه باز این کار کنه یا نه. قاعدتا نه دیگه، میگم همینو میگم، یعنی احتمالاً یه مشکلی ایجاد میشه براش. اسم آره، چون میگم حالا باز برگردم به اسپارک یه مزیت خیلی گنده چیزش همین دیگه، نمیخواد کل فایل رو اصلا این کارو نمیکنه، کل فایل رو لود کنه رو مموریش. مثلا همون پارکتر رو دونه دونه داره میخونه، مثلا یا سی اس وی رو سطر به سطر میخونه، کارش رو میکنه. اگه لازم باشه نمیخواد، مثلا تو این اگریگیشن ها اصلا اینجوری نیست که کلش رو لود کنه، فقط اگریگیتر رو حساب میکنه به نوعی. در نتیجه این و میگم جالب بود که چرا روی گروپ بای کانت اینش هنوز من عجیبه، روی گروپ بای کانت هم بعد جی پی یو انقدر سریعتر باشه، بذاره این میک سنس نمیکنه برام، ولی خوبیش اینه که میشه جالبه. کدش رو نگاه کردی، من نگاه میخوام میگم نکردم. یعنی احتمال به غیر از جی پی یو همین این تغییر فرمتی هم که دادن چیزه، یه شیرینکاری اونجا داره اتفاق میفته.
یعنی دیگه واقعا کد پانداس نیست که داره ران میشه، اینجوری نه بگم. اصلا خودش یا میگه اصلا میگه دیگه کد پانداس نیست که داره اصلا میشه، کلا پانداسی یه دیگه چیز، وجود اصلا نداره. دیگه پانداسی وجود نداره، اه، کلا یه چیز دیگه است اصلا. قیافش فقط پانداسه. میگم دیگه یه پراکسیه فقط، یعنی مثلا از بیرون نه پانداسه منظورم ولی حتی اون رید سی اس پیش هم رید سی اس پیش هم آبجکتی که تحویل بهت میده یه پانداس چیز معمولی، دیتا فریم پانداس معمولی نیست. نه نیست اینجا خودش زده دیگه کودا مثلا سی او دی اف مثلا دیتا پانداس یا چیزی اینجوری. رسما خود پانداس هم منظورم که از اول نوشتن، فقط صرفا چیزه. دقیقاً آره، اینترفیس چیزو نگه داشتن انگار مثلا. دقیقاً اینترفیس رو نگه داشتم ولی خب یه لایبرری جدیده، ایده جالب. ولی قاعدتا همون مسئله مموری اینا رو تو حالت چیز داره. حالا همین کد که هابیل نشون داد، یه من خودم برم روی چیزش، آلزایمر کد یوتیلیتیز پایتون دیپ اسپارس. آره خط 51 همین کدا رو میخوای من شیر می‌کنیم محسن. آره بذاریم کجاست شیر اسکرینش. شیر اسکرین هم رفته، آها چرا اینجاست، خب دیدمش. یعنی یه جایی شبیه این اینجاست در واقع. این تیکه‌ایه که خب نمیشه تو مموری بردش، یعنی داره یه کارتزیان پروداکت بین دو تا دیتا فریم خیلی گنده میکنه و اصلا و احتمالا این دوست ما برای اینکه این کار رو مثلا بکنه باید اینو بردش روی جی پی یو انگار. یعنی این بابا رو که نتیجه جوین این دوتاست ببره روی جی پی یو که بعد مثلا حالا این کوئری ها رو روش بزنه، این فیلتره رو روش مثلا بزنه و اینا. قاعدتا مگر اینکه از اول اوکی. یعنی باز میگم اگر خودش یه چیز داشته باشه، یه جوری کوئری اپتیمایزر داشته باشه به نوعی، وقت باز شاید کافی باشه که اینو روی جی پی یو داشته باشی، بعد بهش بگی دیگه جوین و فلان و اینا رو دوباره برای من بزن مثلا، یعنی دیگه اینو نبری توی مموری به نوعی. ولی میگم this is not the way pandas is working. پانداس اینطوری کار نمیکنه حداقل. تو وقتی اینو میزنی دوباره یه دیتا فریمی میشه توی مموری. حالا میگم مگه اینکه باز دوباره اینا چیز کرده باشن. برای جالب بود. جی پی یو توی چیزای شرطی و اینا مزیتی داره به سی پی یو، شاید داره هنوز ها، نه نمیدونم داره، یعنی چون باز دوباره شاید چون چیزش بالاتره، سرعتش بالاتره. فقط داستان اینه که به نظرم مثلا شما سی پی یو 90 تا کره، 100 تا 200 تا 300 تا اینجا یه دفعه مثلا چند هزار کره، یعنی این میگم پارازیت باز میشه. I really doubt that که داره واقعا از اون استفاده جدی میکنه. یعنی یه ذره حداقل توی چیزی مثل این گروپای نگاه کن، مثلا اینجا داره گروپای میکنه. خب چند تا گروپ هم داره کلا آخرش مثلا. فکر کنم زیاده چون چند تای اولشو میگیره. اونو 15 نمیدونم. یعنی چیزی که برای من یعنی الان سوال ایجاد کرد که آیا مثلا کار به چیزایی که بکشه، کار به عملیات نه لزوما مثلا جمع و ضرب و اینا، چیزای شرطی و اینا هم برسه، آیا کماکان جی پی یو قشنگ چیزه مثلا
یعنی چیزی که من از جی پی یو تو ذهنم اینه که خب مثلا برای ضرب و چیز ضرب تنسور اینا رو درست حساب کنه. نمیدونم کار به چیز که بکشه، مثلا چیزی مثل کامپریزن و اینا بکشه اصلا چقدر مزیت داره واسه نسبت به سی پی یو، اینو بلدش نیستم اصلا. ولی اینجا به نظر میسه که از این بنچمارکی به نظر میسه که اونجا هم داره، یعنی وقتی تو یه کار معمولی چیزم روی جی پی یو انجام بدی بازم سریع‌تره. احتمالاً به شرطی که نمیدونم. ببین الان این گروپ بای کانتر رو وقتی به اسپارک میدی این کارو برات میکنه. برای اینکه باز بگم که یعنی اونجا چه اتفاق میفته. میگه اسپارک میگه خب دیتا فریم تو اول من چند تا تیکه، مثلا میگه 10 تا کور داری، حالا با اگه خوب این کار انجام داده باشی دیتا فریم تو 10 تا تیکه میکنه، 10 تا تیکه حالا مساوی انگار. حالا اگه مثلا فایل پارکت بخونی تیکه تیکه باشه هر کدومش میشه یه پارتیشنش، مثلا بعد اگه درست فایل رو پارتیشن کرده باشی میشه. بعد روی هر کدوم از اونها در واقع توی هر کدوم گروپ بای کانتر رو انجام میده به نوعی، توی هر کدوم از پارتیشن با یه کورش. چیزم نیست تو مموری هم نیست، یعنی واقعا اینو میره رو دیسک مینویسه حتی. خب یعنی لزوما تو مموری هم چیز نمیکنه، اینجا روی دیسک مینویسه که مثلا این گروپ برای من داره کانتش میشه اینقدر، هی اینو نگه میداره و داره این اگریگیتر انجام میده. و بعد تهش دوباره همه این پارتیشن ها با همدیگه چیز میکنن، این اطلاعات رو میذارن وسط. حالا دوباره یه سری حالا به قولی تو استیج بعدیش میاد دوباره چیز میکنه، این دوره این خود اگریگیت شده ها رو بین این پارتیشن مختلف دوره اگریگیت میکنه. هر گروپ رو نگاه میکنه که تو هر پارتیشنی مثلا کانتش چقدر شده دوباره جمع میزنه و این کارو مثلا دوباره تو استیج بعدیش انجام میده. باز خود این میتونه پارچن باشه، یعنی مثلا بس به پیچیدگی کوئری، ولی خب اینجا دیگه احتمالاً دیگه چیزی هم نداره، نکته‌ای هم نداره. راستش میخوام بگم این مثلا کاری که داره اسپارک میکنه. حالا اگر اینجا هم یه اتفاق شبیه پارالایزیشن شبیه این اتفاق افتاده باشه، این یه جوری اولا باید دیتا فریم رو پارتیشن کنه، قابل تصوره. ولی باز هر کدوم از این گروپ های کانتا رو باید بده به یه دونه مثلا چیز جی پی یو، مثلا یه کور جی پی یو انگار انجام بده. حتی میگم جی پی یو اصلا کلا اینجوری خیلی اینجوری نیست که کوری اینجوری مثل سی پی یو تصورمون از تو جی پی یو فکر نکنم درست باشه. ولی خلاصش میخوام بگم یه زیادم خود تعداد پارتیشنات رو خیلی زیاد بکنی باز دوباره چیزه عملا هیچ کاری نکردی. مثلا اگه اینجا این 15 میلیون رو دوباره مثلا بکنی یه دفعه، حالا خیلی ایزاجریت بکنیش مثلا یه دفعه 100,000 تا پارتیشن، خب تو هر کدوم یه گروپ های کانت کوچیک انجام میده ولی دوباره خود این 100,000 تا رو باید جمعشون کنی. در نتیجه مثلا میک سنس میکنه که یه چیزی شبیه همون اسپارک مثلا بکنی 100 تا پارتیشن مثلا باشه، بدم 100 تا سی پی یو، بعد حالا دوباره نتیجه این 100 تا رو هم جمع. خاطر ولی جالب بود، یعنی جایی که حتی فلوتینگ پوینت اپریشن هم در کار نیست به یه دلیلی این داره سریعتر میشه. حالا آیا فرمت بهتره، آیا واقعا جی پی یو جی پی یو در اون عملیات هم سریعتره، یا دلیلش موازی سازیه که داره اون پشت اتفاق میفته و ما ازش خبر نداریم. جالب بود. امیدوارم این آخریه باشه. تصور منه که باز بعد یه جور اون پشت زحمت خودشون کشیده باشن که موازیش کرده باشه. یعنی خب میگم کار سختیه، یعنی خیلی باید کد بزنی تا این اتفاق بیفته. لایبرری سنگینی باید باشه. خلاصش منظورم که باید لایبرری جونداری باشه.
خب دست من در نکنه، ببخشید من این لحظه رفتم. فکر کنم جلسه مهمیه، یعنی ویدیوشو نگه داریم. الان محسن جان، شما کاری که با اسپارک کردی رو الان کامل گفتی واسه ثبت در تاریخ؟ آره، کد و یه جای دیگه‌ش هم من نشون دادم، شیر کردم اسکرینو. یه جایش که یه تیکه مهمی که اسپارک اون تیکه رو خوب بلده انجام بده. میخوای یه خب. بار دیگه بزنم نه شما نه ببین؟ دیگه فیلمش هست حالا. آره. چون من یادم اسپارک اون تیکه رو خوب انجام میده. یه جوینی وجود داره که اون تیکه رو اسپارک خیلی خوب انجام میده. دقیقاً ساخته شده واسه اونجور کارا. آره، چون من یادم اسپارک که قبلا گفتی، اول که گفتی خب نفهمیدیم، من نفهمیدم، بعد که گفتی کامل فهمیدم، ولی الان واقعا چی یادم نبود. این دوباره بگو توضیح بده، خب آدم چیز میشه دیگه. بهتره که واسه همین داریم ضبط میکنیم. ما تو این دفعه رو دیگه میخوام بذارم که لینک یوتیوب داشته باشیم که دفعه بعد این سوالا رو پرسیدیم دیگه داشته باشیم. خب چون چیزی نیست که تو کامنت اینا بشه گذاشت، یه خط دو خط جاش نمیشه. آره آره. بعد من این سوالی که دارم اینی که میگیم جی پی یو کوراش اون شکلی مثل سی پی یو اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست، اینا میشه ذره بیشتر بگی تصور چیه؟ الان یه جی پی مثلا A100 چند تا چیز داره؟ چند تا یونیت محاسباتی داره؟ خیلی داره فکر کنم. حالا یه جوری مثل که لوله مثلا میگه هم دقیقاً هزار یه دارم، هایرارکی اونجوری وجود داره. دارم. آره دقیقاً یه هایرارکی توش وجود داره که خیلی پیچیده تر از چیز سی پی یو در واقع. ولی تو کره ما همشون تقریبا مثل هم دیگه، یعنی کره یک با کورا مثل هفت هم فرق هم. نمیکنه. آره. خیلی کورا مثل هم تفاوت چیزی به معنی با هم ندارن. آره. من همیشه تصورم از جی پی یو اینه که یه مستری اون وسط وجود داره که داره کارو مدیریت میکنه. انگار میدونی چی میگم، یعنی انگار نمیدونم واقعا آرتیکلش اینجوریه نه، ولی چیزام به جایی که بهش میگه آقا باشه این دو تا چیز گنده رو برای من ضرب کن، اون حالا خودش بلده که چطوری بین کورا تقسیم بکنه که مثلا این دو تا ماتریس گنده رو در هم ضرب بکنه. انگار این تو خودشه، نه اینکه، ولی شاید هم اشتباه میگم، یعنی شاید واقعا اینم یه سافتوری داره این اتفاق میفته. من احساس میگم در لول هاردور انگار داره این اتفاق میفته. ولی آیا مثلا خود کودایی که داره این کارو میکنه، یا اینکه میگم واقعا توی جی پی یو داره این اتفاق چیز میفته، خودش میفته. یعنی تو به جی پی یو فرمانی که میده ضرب دو تا ماتریس، ولی اون خودش دیگه میدونه هاردوری اون زیر چی کار کنه. حالا جواد میتونید منو روشن کنید، چون من واقعا فکر می‌کردم حالت سخت افزاری داره، ولی شاید در اشتباهم. اگر تو اطلاعاتی داری من روشن می‌کنم. راستش 5 سال پیش اینو خونده بود، الان هر چیز فکر کنم یادم نیست، داشتم گوگل میکردم ببینم چیزی یادم میاد، ولی تا یعنی اونجایی نقش که کودا یادمه این وسط، یعنی نقش کودایی که این آره وسط مثلا داره چیز میکنه. آره. زبان کودا و بعد معماری که عوض میشه دوباره مثلا یه اپتیمیزیشن میشه، چون هر چند سال بری معماری جدید دوباره کودا میده و اصلا کلا داستان عوض میشه. داشتم الان گوگل میکردم ببینم چیز جالب پیدا ولی خب میکنم یا من نه. چیزم اینه که منظورم که میگن کودا رو جی پی یو انویدیا کار میکنه، فقط نکتهش اینه. آره یعنی میدونید داره از یه چیزایی توی هاردویر واقعا استفاده میکنن، مثلا نمیتونه ببره چیزای دیگه. ولی اینجوری هم نیست که هاردویر همه کارو بکنه. درسته، داره واقعا یه چیزی وسط ترکیب این دو تاست که داره چیز میشه. یه امکاناتی تو هاردویر گذاشتن که این کودا هم بلد خوب ازش استفاده کنه و این کارو انجام بده. دقیقاً. یعنی این هنر کودایی که داره چقدر خوب این سخت افزار رو اپتیمایز میکنه. آره، سوال این که خود کودا کجا داره ران میشه؟ روی جی پی روی جی پی یو دیگه، هم یعنی جی پی یو خودش داره کودا ران میکنه واقعا. یه کد همون درست سوال نه همین نه که گفتم، یعنی مثلا داستانش یه اینه مثلا شما مستری یه کد داره می‌نویسی، همزمان داره رو انتران میشه. حالا یه سری چیز داره اینجا ببینیم پیدا می‌کنیم. خیلی ساده انگارانه میشه فرض کرد که مثلا یه ماتریس میخواید تو ماتریس دیگه ضرب کنی، مثلا بیام این کارو کنیم، مثلا تعداد سطحش خیلی نیست، 7 سطح رو توی ماتریس ضرب کنیم بدیم یکی از این کورا. مثلا. خب باشه بده، ولی کی میخواد بده و بعد جمع کنه اینو؟ جمع. اون کسی که کنترل میکنه خودش دوباره یه کوریه یا نه یه کنترلی اون وسط هست که این کار جمع و پخش انجام میده، پخش و جمع انجام میده. خب این هم از این. خیلی خوب شد، دست در نکنه جواد اینو گفتی. خوب گفتی ولی دیر گفتی. یعنی الان دیگه خب کدی که محسن داره کار میکنه دیگه.
نه من دیر نگفتم، این تازه اومده. میدونم منظورم شما نیست کلا. و خب البته خیلی میگم هم باز من جالب. همینجوری توضیح دادم، من به نظرم مثلا هنوز مسئله مموری جدیه، یعنی با این لایبرری نمیشه هنوز اون کارو کرد، احتمال بسیار قوی، ولی باید میشه تست کرد حالا، ولی هنوز مسئله مموری رو میخوام، یعنی اگه نفهمه که اون جوینر رو درست انجام بده اصلا تو مموری مشکل خواهیم داشت. مموری چون باد میکنه ها، این زیاد میشه. آره یه جوین کارتزیان پروداکت دو تا دیتا فریم مثلا یه چیز عجیب غریبه، یکیش مثلا 1,000,000 تا سطر داره، یکیشون هم مثلا 70,000 تا سطر داره، مثلا یه این دفعه میشه. از یه نظر برای من جالبه این چیزی که داریم میگه، از نظر خب این که الان این کار کردن معلوم میشه که نیاز داشتن، مردم نیاز داشتن یه عده زیادی. و اینکه ما پارسال این کار کردیم یعنی اینکه نیازمون فقط نیاز ما نبوده، بقیه همون بودن، ولی انگار تازه داره این نیاز به وجود میاد، یعنی مثلا این 2-3 ساله به وجود میاد. این خیلی جالبه، یعنی مهمه. یعنی کاری که داریم میکنیم کار بدیهی نیست. آخه مقاله چاپ بکنه، واقعا مگه چی میخوام بگیم؟ میخوام یه اوتو انکودر زدیم، از این دیتا رو گرفته خودش پس داد. بعد یارو میگه اصلا مدل از این ابتدایی تر داریم تو دیپ لرنینگ. اصلا یونت هم نذار، هیچ کاری نکردی، همین رو فقط میگیم آره. ولی خب اینجور چیزا که پیش میاد دوباره آدم یاد میادش که نه اینقدر هم بدیهی نیست. یعنی این چالش ها، چون که اون واقعا مهمه تعداد کانال زیاد بودنه، چالش خیلی جدی وجود میاره. چالش تکنیکال ها، یعنی شاید 10 سال دیگه تا حل شده باشه، سخت تا 7 ساله، ولی میخوام بگم سر کار نبودیم. نه. خیلی عالی، دستتون در نکنه. دست شما هم درد نکنه. حالا برای حالا دلیل نداره از تاریخ ثبت بشه، میتونیم رکورد رو قطع کردیم، من خدا یا نگهدار بینندگان عزیز.